بعد نموز یک جوان اومد گفت دوملو مادام که سند باشه اوچم 53 ساله ای خواهرم 17 ساله آدم خوب روی هر دشه بیتر جمعه دیگه به خدا قسم جمعه دیگه اهم بالای میبر در حقش دعا کردیم و اعلام کردم گفتم اینم تری کاندیداتور است یک زن 53 ساله و یک دختر 17 ساله همین بعد این نماز که مردم اچرت استودیان یکون 200 کس هیچ کس برای دختر 17 ساله نایستودن همه برای هم زنه که 53 ساله مسفیدای قزاقون با چرس کلیستیان دوملو ادرس بگونه نکنی که با هستی صلی الله علیه و سلم که خداوند استثناش کرد زیرا که ازواج مطهره حضرت صلی الله علیه و سلم برای مسلمانان را مادر هستند و ازواج هم امهاشون از همین خاطر حضرت خداوندی گفت که مرد میتونه که اگر امکان شرایط داشته باشه 2 تا بگیره یا 3 تا بگیره یا 4 تا بگیره ببینید اما حضرت خداوندی در آخر آیه تاکید میکنه و این خفتم الله تعدیل فواحده اگر خوف داری که بینشون عدل کردن نمیتونه به همون یک زن اکتفا کنه که فردا روز قیامت مرده که 2 زن داره بینشون عدل نمیکنه مفلوج میخیزه نمی بدنش کار نمیکنه همه اجر ثوابش هم میزنن زنکو میگیرن این بیچاره دیگه بی صاحب مفلیس میمونه برای همین قبل از اون که شخص زن میگیره خوب اندیشه کنه عدل کردن میتونم یا نمیتونم نفقه را مهیا کردن میتونم یا نمیتونم اگر خدای تعالی فرزندم داد آیا او فرزنده را پدری کردن میتونم یا نمیتونم تعلیمشو دادم میتونم به نهایت مسئولیت های من با این گپ میشکنه ترسوندنی نیستم با خدا قسم همین جوان مرد اصلا همین میگیرن 4 تا میگیرن بینشو عدل میکنن این خیلی یکی تنده انشالله اجر پاداشو همشه گرفتگی همه مثل مجاهدی رای حق انشالله حکم شونه اما هر کس این کار کرده نمیتونه خوب چقدر آدم باید فکر کنه قبل از اون که زن بگیره بله شریعت رخصت داده است نه که فکر کنه اگر مرد باشی شو به حال بگی اکثرا پناهی میگیریم ای زن یکم پناهی خب اگر رخصتی او در کار نیست اگر رخصتی زنه که بپرسی شاید 99 از 10 فایزش رخصت نده همون 0 از 10 1 فایز جنتیش اگر استثنا کنه دیگهش رخصت نمیده رخصتش لازم نیست اما اگر آگاهش نکنی عدل کرده میشه و تو دان خدا یک مرد خدا میگه که اما هر وقتی قطعی زنی دیگه زن یکم زنگ میزنه در را میگیرم تلفن ها و یکون نوعیزه را میمونم میگم حضرت ها صحبت کردستی یک وقت میگه ساعت نگه نکردم ساعت 1 شب نکردست استاد میمونم حضرت ها بچه شما خوله بری در ساعت 1 شب شما صحبت میکنیم نوعیزه بگیری دیگه نکردم میگه ساعت ها مقصد همین مشکلی ها هست واقعا همین مردایی که 2 زنه هنو میگن که زن یکم نمیدونه کو همون یا فریب بخرن یا خشونه تسلو میتن امکان نداره که زنک نفهمه که شوش زن گرفته است ای بچه گوه در صحرا اگر پادوان بجوشش همون زنکی صاحب میگه نمیفهمه که همین جوشیدگی های با خدا قسم میفهمه ای حرکتت میفهمه ای ششتن خیستنت میفهمه ای هم پیوله چای برداشتن علاقه میفهمه ای زنک مردم بسیار با فراست و زیرک نه که در اکثر موارد اشکار نمیکنن برای چی برای میگه اگر هم پیرخر آوازی اشکار کنم کو دیگر رو شاد میروه حالی هم خوبه بجوی میروه روزانه میروه در اون حالت اگر اشکار شده رو شاد میروه نباشه همش میفهمه اگر این زن اول با یک طرفی واقعه بسیاری خانهایی که ویرون میشوند ای حساب زن دیگه سهی میشوند با متاسفانه هستن زنایی که آخر با تقدیر تن میتن تسلیم میشوند نه که او زن دیگه استا وقتی که موقعش مستحکم کرد صاحب گودک شید دیگه او اکتفا نمیکنه که فقط روز بیو او را حق طلب میکنه ای نظر شریعت حق هم داره آخی بچه کرد مثال دیگه او طلب میکنه بعد قطعی زنی اول که با تلفن میکنه همو بخشونش ده اینطوری میسوزونن هم دیگره یک خیلی میکنن که این مقصد بترکه بکفه خدکرک مجا کنم بعد با تو چی ها کنم
ای بچه همون بزرگو همین گپا رو میگفتن تجربه داشتن آخی همین را ای تجربه های تلخشو میگن خاکی پای همون مردی را بگردم که مرده گوری 2 تا میگیره 3 تا میگیره 4 تا میگیره به شرطی که عدل کنه به شرط عدل کرده بتونه همین اگر کسی میتونه یونو صدقش میگه اگر نمیتونه همون فاین خفتم الله تعدیل و واحده باید در گوشتم حلقه باشه اگر خوف داری که بینشو عدل کردن نمیتونم با هم یک زن اتفاق خیلی جوان مردی در کار دارن جنگ او خیزی هر کار شوا بیشتر مردها زیان میبینند در جنگ مردها اشتراک میکنن در همین اولی هم اگر باور کنه حساب کنه در صدمهای نقلیاتی میشود بیشتر مردها ای دنیا میروند زنها دیگه بیچاره به شوهر میمونن زنها که به شوهر موندن بخوای نخوای فسق و فساد جامعه را فرو میگیرن یکی از همه حکمت و علتهای ازدواج که پیغمبر به خودش نسبتش داده است آن همین است در حدیثی که امام بخاری روایت میکند حضرت عبدالله بن مسعود میگه که بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جوانای اصحاب مراجعت کرد گفت یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ای گروه جوانا هر کسی از شما امکان شرایط زن گرفتن داره فلیتزوج لام امری حتما باید زن بگیره فانه اغض للبصر زیرا کمی نکاح اولا چشم از نظر حرام باز میداره و احسن للفرج ثانیا انسان از زنا میقپاخی فرج انسان از زنا نگه میداره اگر مردک وقتی که شهوت در نزد زن حلالی خودش تسکین بخشید دیگه دوتازش کم بشود دویدن گوساله تا کهدو نمیگن همین خاطر مقصد که یکی از همین حکمت هایی که حضرت صلی الله علیه و سلم تأکیدی در تأکید گفته است که زن بگیره تو به حد حضرت سخت میگه شرارکم عذابکم بدترین شما به زنای شما هستن همین دیدنی در مذهب ما اگر همین 2 قاری باشه که قرائت شو یک باشه علم شو یک باشه یا تاش زندور یا تاش بزن زندور پیش میدوه او برای آرامتر تسکین یافتگی جای داره که مثلا شهوت خیچه قانع بسازه برای حلال همین خاطر مقصد که اگر ما بگیم که مردکا هم یک زن در اکتفا کنه کار بزیب میشود خاصتا که این زنای مسلمانی ما خانواده اگر هم یک تا زایدن 30 به 50 رسید دیگه شونه میکنن یا ایزای فرزند شونه میکنن یا شرم حیای حق همسایه را نمیدونم یا زور شمی یا اگه تصور کنه که بیچاره مسافدا زنو شمردن دیگه به صاحب میمونن زن کو به مرد میتونه نه که مرد هیچ وقت به زن زیبایی کردن نمیتونه مقصد فقط آغوش گرفتن نیست همون یک فشفشه که مرد کتی کمپیرش میکنه به خدا ای دنیا و تمام اینوش نعمت دنیا بالاتره ایرا تا 30 سال به جایی نرسه نمیفهمید این جمعیت داده مسافر میوه خونه جو کمپیر اوچتون کو هم فرزند نوسته و همه ششتگی کمپیر اوچتو کو بعضی چیزی هستن که مردک فقط بزنی خودش گفته میتونه آخی نه با دختر گفته میشوه نه با پسر گفته میشوه همین خاطر بفهمه همین را یا او مرد بود میکنه که وقت این کار شرایط داره زن میگیره همین زن پس که کلک کشته یک کنه یه روز نه یک کار میو یک خدا بکشم در پیش پای کمپیرم بکشم آخی ها توغری در پیش پای کمپیرت بکشم عجل در دستی پروردگار ای مقدر ای رفته و کمپیرت پیش ای تو به صاحبه میمونی در مسجد جمعه قزاقان سالای والله علم 2009 بود همین موضوع دارم گپ زدم بسیار مردم دعوت کردم تاکید شو کردم که ای بچه اشتما در سر تو بگیره شاید همون کمپیروی مدرات و اشما شرم میدارن سنت است که وقت مرد مرد بعد گذشتن ایده زنک شو کنه سنت است وقتی که زن مرد اخی مردک و 4 تا حق داره نگه نکنه که سالی او کمپیری اوچتو نمیتن در از هم بته همین موضوع در جدی گفت زدم بعد نموز یک جوان اومد گفت دوملو مادام که سنت باشه اوچم 53 ساله ای خواهرم 17 ساله آدمی خوب روی هر دشه میتن جمعه دیگه بخدا قسم جمعه دیگه اهم بلوی منبر در حقش دعا کردیم اعلان کردم گفتم اینم تاری کاندیداتورم است یک زنی 53 ساله و یک دختری 17 ساله
همین بعد این نماز که مردم اچرت استودیان یکو 200 کس هیچ کس برای دختری 17 ساله نیستود همه برای هم زنک 53 ساله مصفیدای قضاخون با چرس کلیستیان دوملا ادرسا بگونه نکنی خدو هستی حسابی چی؟ حسابی یعنی خدا بکشم در پیش باید کپیرم بکشم او وقتی 30 سالش بجایی رسید اخ دیگه زوری اون با دختری بکیره نرسه و این یوشو نرسه همین اکثر در طلب این زنهای ای 35-40 بالاتر همون این زنها دیگه نادیر میشون کم شو میکنن یفتنشو قینه برای باز میگم که همین مرده که غیرت دوره و عدل کرده میتونه خشو به حالش بگیره مردک شوه رزق روزید انشالله توسط الله فراهم اگر زن بگیری اگر زن گرفتی ننگ و ناموس و زیوترک میشوه دیگر تنبلی را یست ورا تربیه کنی خیلی مهم است و برای مهر زن فرض است نفقه زن فرض است با جای خوب تأمین کردن زن فرض است شرط است خونه شخصی باشه همین کوارتیر هم که باشه باید حتما برای زنک یک جای خوب مهیا و آماده کنی انشالله همین کسایی که امکان و شرایط دارن کس که آوازی گودک برمد در تلفن میگه بخشون مایو پره شدید شما ای ترسن گفت که گودک چی باید نیست واقع پنهان کردن توبه کرد واقع فرزندای این مادر باید فرزندای این مادر را بشناسن کن یا برادر خواهرم خیش تبار و پیوندم یک از مرده است در طریقش 2 زنک اومده همو زنای همین زن یکمش خبر نداره این فرزنداش دعوا را برداشتن که یا روش نصیحت میکنن عجیب که با بچه‌اش و خطیش اومدن همون چهره شناسا حتی میگن که همین کپی هم رحمتی هم اینا رو ببینید همین کارا علاج واقعا قبل از وقوع باید کرد وقتی همین زنده و حیات بودن همین کارا همین جنگ اول خلاص آخر حل فصلش که کار به این درجه را نرسه که بخدا قسم پیغمبری خداوند حفظ کنه و پروردگار جوانا را غیرت شهامت شکوه بده که سعی کنن که به خاطر احیای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر تولد فرزندای صالح زن بگیرن برای شهوت رانی نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار تاکید کرده است تنکح المرأة لاربع زن به خاطر 4 چیز میگیرن عامل تحریک کننده مردها برای گرفتن زن 4 چیز است لمالها ولی حسبها ولی جمالها ولی دینها زن یا برای مال و ثروت دنیاش میگیرن یا برای وظیفه و منصب پدرش میگیرن یا برای حسن جمال ظاهریش میگیرن یا برای دین و دیانتش همین کسی اگر زن بگیره یکی از همین 4 عامل در مد نظر داره یا همین را از چود میگیره او زنی که هر 4 این را داشته باشه بسیار نادیره انگوش شماره خداوند به هر کس هم نصیب نمیگه بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم با راوی حدیث حضرت ابو هریره و در شخصیت ابو هریره در تمام امتاش تاکید کرد گفت فاصبر بذات دین صاحب دیانت انتخاب کن تریبت یداک و الا تریبت یداک صاحب دیانت انتخاب کن که ها دستا در خاک آلوده میشه و پشیمان میشه حسرت میخوری دیگه پشیمانی سود نداره فایده نداره واقعا کسی که زن برای مال و ثروتش میگیره او زن نمیکنه او شو میگیره او زنیش نمیکنه ایجا عادتا زن مردم به خواهی نخواهی مینتت میکنه بچه این روز زمان شده است که شاید قیامت نزدیک شده است پسر و پدرهای خشون مینت میکنن اگه پدر حق داره نه که پسرها فرزندا پدر و مادر خشون مینت میکنن زن مینتت نمیکنه حضرت صلی الله علیه و سلم گفت اوریت النار فرأیت اکثر اهلها النساء دوزخ برام نشان دادن دیدم که اکثر اهل دوزخ زنها تشکیل میکنن به کفرهن به سبب کفرشون سوالش کردن ایکفرن بالله این زنک مردم بسیار کنجکاو بشه گفتن یا رسول الله این کفر یا به نسبت پروردگار حضرت گفت یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان بگو یا کفران نعمت شوهرو را میکنن با قدری نیکی نمیرسن
کفرون یعنی نیکی را میکنن کورنمکی میکنن. لو اهدیت احداهن دهر کله ثم رأت منك شیئا قالت ما رأیت منك شیئا قط. این سخنی من نیست، سخنی پیغمبر خدا، پیغمبر صادق مصدوق است. حضرت گفت اگر همین یک زن تمام دنیا را بتیش، همه مال و ثروت دنیا را بتیش، خدای نکرده یک کمبودی تا ببینه بفهمه که زن گرفته. میگه پیرخر من ایت خیر میده گرفته. چی میکرده؟ همه چه مرده که میدونی رو هم چیز داره. چی کرده یو؟ او زنک بخوی نخوی مینتت میکنه. وقتی برای مال و ثروتش گرفتی به حالت که تو شوهر کردی. یک آدم همه حساب بود نامش نمیگیرم. نامش با گرفتن هم نیسته. یک زنی خودش کلون قریب همسین سالی مادر شد با خاطر دنیاش گرفته است. با خدا قسم یک کارایشی همون زنک زد سرش کپون شغلیسا بگه چی بگن اونم رنگدان قطی همون زنک همه دید که میگریخت آخی مرگی همه جوان مرده که همه غیرت داشته باشه دیگه همه جانش در لب شود. یه روز با خونه شونه اومده است ماشین همون زنک همونجا یک کارولا داشته اون زنک همه که گریخته چکون کرده دیگه یه هفته ناومده و معلوم میشه که یه همسایه شو ماشین همون زنک خریدم در دویری نسوشته ولی نام را دیگه نکردم در. این غیرت جسورت یعنی برای مال کسی زن میگیره خار میشه ایروی وظیفه و منصب پدرم گرفتی وای به حالت بشینه بخیزه تعنت میزنه روزت نمیکنه. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را ببینه یک زن یک مرد ای بزرگ ایره خرید حضرت در جنگ همون صلیبی و شرکت داشت گرفت با 10 دینار خریدش خونهش آورد در پیشش 100 دینار موند گفت این همین مهری دختری من اینا بگی دختر را نکاح کن. دختر را گرفت بیچاره هم اینا میگه یا دهنک نصیحتش کنم میگه خب که پیرخر تو همون نیستی که پدری من با 10 دینار تو را خریده تو را چی و گفت چی؟ یا مردی با ناموس یا بار توقت میکنه 2 بار توقت میکنه یه روز نه یه روز میکفه یا صبر توقت ای دست میره ولی گفت من هم بیچاره هستم که پدری تو با 10 دینار خریده با 100 دینار در تو کسافت فروخته دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدایا پناه. زنی نیکخواه یا نعمت الله میگه پروردگار رو از زنی بد میگه به تو پناه میبرم. به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدن به ابرو گیره. همین در تخانه زندان قاضی اگر محکمت کنن از قاش قوقی زنک در خانه تحمل کردن برای مردک سمو کردن. سفر عید باشد بدون کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرا. همین مردی را که در خونهش زنی جکوک داره با خدا قسم سفر برای او را یا عیده یا نعمت الله های همین خونه برای چونکش میدم ته پای رفتن به از کفش تنگ بلای سفر به که در خونه جنگ ای همین پاپوشی تنگ پایلیش برای اصوله تری همون خونه که جنگ نیزا و جنجال داره عده همین بلا و عذاب سفر را بکشی و جنگ خونه را تحمل نکنی. سفر مشکلی ها داره آخی از سفر و قطعت من سقر گفت حضرت قطعت من العذاب. این سفر یک گوشه سقر است. سفر عذاب و مشقت داره. هر قدر براحت باشه دیده که آدم میوه حق مونده و افگاره میشوه که لیکن در خونه داره کمتری جنگ نیزا و دعوای سفر برای همون مردک با مراتب اولاتر میگه. ایرا ببین دری خرمی بر سرای ببند که بانگی زن از وی براید بلند. همین خاندانی که آوازی زن بلند میبراید داد و فیغان کرده هیچ وقت خرمی را نمیبینه. اوجا رحمت و راحت پروردگار نازل نمیشه. شخصی که زن به خاطر حسن جمالش میگیره اگر همین مقصدش فقط همین حسن جمالی تو باشه زنی که ادب نداره اخلاق نداره خدا و پیغمبر قطعی آشنا نیست بدبخت عبادات خدا را نمیکنه عاقبت کارش دلو همین مردک همون زنک یا طلاق میکنه اگر ناموس داشته باشه اگر نه دیوسی را به کلم میگیره و زندگی میکنه.
در حیات تجربه میکر بسیار بچش میخواد. سبحان الله. ولی بعضی ها زن میزنن میگن